من گور کسانی را دیدم که برای حقشان نجنگیدن که مبادا کشته شوند. اگر دنبال عدالت میگردی همون بهتر که بری توی مستراح عزیزت. من که میذارم میرم خارج. من با سر پایین جلوی خاوران منتظرم. آره، من یک زنم و این به این معنیه که باید زنونه باشم. کار اصلا ساده ای نیست. جامعه بی طبقه توحیدی. آخه کی منو برای کاری به جز سابیدن کف زندگی یا رای دادن میخواد؟ پس شاهزاده. شاهزاده؟ کدوم شاهزاده؟ واجبی، نامی که در عرصه تمیزی می‌درخشد با چند هزار سال سابقه سیاسی. تگویم در قالب روان درمانی ایده های جذابی به ذهن آدم میاره. ایده های معصومانه مثل بیوه شدن بدون درد و خونریزی. تو کاملا خلی، ولی یه جاذبه الهی خاص داری. خانه خاکستری خیابان انقلاب. کارگردان علی اسماعیلی.